الحال باشد سوالهای باقی را من میخوانم و برای شما جواب میگردانم. بابای حاجی میرزا درباره ابن تیمیه نقل میکردید که بعضی ها میگویند وهابی بود، بعضی ها میگویند که اون شخص عالم بود، از اهل سنت بود، بعضی ها میگن سلفی بود. خلاص همین شخصیت برای ما معرفی میکردید. برادران عزیز، این ابن تیمیه با همین ابن تیمیه بسیار معروف و مشهور است. این 1263 میلادی تولدش است و 1328 میلادی وفاتش است. یعنی همگی این 65 سال عمر دیدن. نام اصل این آدم احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام حرانی هستند. این حران همون شهری که در دمشق جای زیستشان بودن، این مقصد از همون دهه‌ای هست که این آدم از همونجا در همونجا تولد شدن و همین خاطر بسیاری وقت ابن تیمیه حرانی میگن. ولی شاگردهاش، برادران عزیز و گرامی، بسیار شاگردهای مشهوری داشت و مثال ابن قیم جوزی و شمس الدین ذهبی، همچنان ابن رجب حنبلی و ابن کثیر که بسیار تفسیر معروف و مشهوری دارند. خلاص این اهل سنت و الجماعه هستند. حتی خدا رحمت کند بعضی از کتاب‌های معروف و مشهور ما و شما، مثل حتی همین رد المحتار ابن عابدین شامی که این ابن تیمیه را همچون یک شیخ الاسلام میگوید یا عنوان شیخیش میتید. خب بعضی از دانشمندها او را همچون حافظ میگویند، عالم هم میشمارند. خلاص یعنی این آدم در کتابها همچون عنوانهای عالم و حافظ و شیخ الاسلام و اینها را داراست. ولی برادران عزیز، مذهبش مذهب حنبلی بود و در بسیاری از مسئله ها که مسئله های حتی همین گوییم رسیدن ثواب بر مرده، همچنان در باب زکات، همچنان در باب سه طلاقه، بسیار با مذهب خودمان اختلافهاش وجود دارد. از این لحاظ برادر عزیز، خیلی هر کسی که سوال کرده است برای شما اینقدر معلوماتش کفایت میکند. ولی من در اینجا ایستاده قید کردنیم که شکر الله مهربان در مذهبی که ما و شما قرار داریم، مذهب ابو حنیفه، خود حضرت امام ابو حنیفه و تمام شاگردهاش و مذهبش، برادران عزیز، همه مسئله و مسائل هایی که برای ما لازم و درکار است، از کدام بابی که باشد، اینا مهنت ها کردند، زحمت ها کردند، روی کتاب آوردند. از این لحاظ خواهش من همین است برادر عزیز که از داخل همین مذهب خودمان ما همه دلیل ها و حجت ها را یافته می توانیم. اگر مقصدهای شما مراجعت با این نفرها باشد یا مراجعت به دیگر مذهب ها باشد، ما ها برادران عزیز اگرچه ما تعصبی به مذهب ها نداریم، ما همه اینها را البته اهل سنت و الجماعه میشماریم. هیچ کدام اینها را نمیتونیم گوید که اینها در راه خطا و در راه مقصد گناه رفتن. ولی گفتنی هستم که پیروی از مذهب خودمان برادران عزیز بسیار مهم است و بینهایت ضرورت به سراغ دیگر مذهب و به دیگر شخصیت هایی ندارد. اگر چندی باز میگم که ما به نسبت هیچ کدام اینها برادران یگان بدبینی نداریم. ما همه اینها را میگیم خداوند از ایشان راضی باشد و خداوند اینها را رحمت و مغفرت کند. ولی شما هر مسئله را که اگر فهمیدنی باشین از داخلی مذهب خودمان البته گیرین، زیرا که من حاضر این سوال جواب هایی که با شما دارم دانین که همه این از داخلی مذهب خودمان هست.